دوستان عزیز درود. با شروع سخنسری مطلب‌های اقتصادی ورزشی بزرگ و ترانسفرها می‌سازد اندک به تاریخ تابستان ترانسفرها غوطه‌ور شویم و از سرشمارترین خریداری‌های یک تیم نوکر انگلیسی بگویم. این تیم البته که ناتینگهم فارست بوده. در این برنامه از آمارهای ترانسفر این تیم میگویم. دسته نوکری پرمیر لیگ انگلیا ناتینگهم فارست در خریداری بازیگران نو در تابستان قریب 150 میلیون یورو مصرف نمود و شماره بازیگران نوی از بازار ترانسفری به تیم آمده البته که 21 نفر را تشکیل دادند. مورگان گیبز وایت نیم حمایتگری وولورهمپتون بر عوض 26.5 میلیون پوند به فارست آمد. ارزش این گزارش با وجود کل علاوه پولی ها می تواند از 40 میلیون هم بیشتر باشد. تایوا اوانی حمله‌ور از اونیون برلین با ارزش 18.4 میلیون پوند پیراهن سرخ جنگلبان ها را پوشید. نیکو ویلیامز حمایتگری سمت راست از لیورپول بر عوض 18 میلیون پوند خریداری شد. امانوئل دنیس این حمله‌ور بعد ارسال 13.3 میلیون پوند استرلینگ با واتفورد راه سمت ناتینگهم را پیش گرفت. ارلین منگالیا نیم حمایتگر از شتوتگارت که از برایش 11 میلیون پوند به خزینه آلمانی رفته بود. جولیان بیانکون گزارشی حمایتگر از تروا با نرخ 8.4 میلیون پوند از خریداری نوبتی فارست گردید. این حمایتگر 187 سانتی متر در موسم گذشته چون دفاعگر راست مرکزی هم بازی کرده بود. موسا نیاکته حمایتگر از ماینز بر عوض 8.4 میلیون پوند پیراهن سرخان به بر کرد. نخست بهر این حمایتگری چپگرای ماینز وستهم و اورتون یکتازی می‌کردند اما او فارست را انتخاب کرد. خود موسا میگوید که عامل حل کننده در این گزارش صحبت با استیو کوپر بود. رما فرایلر این نیم حمایتگر باشد با ارزش 7.6 میلیون پوند از اتلانتا آمد. شویتساری 30 ساله در صف اتلانتا 6 سال آرامانه طلبات‌های جان پیرو گاسپرینی را اجرا می‌نمود و در برگامو باشد. فرایلر از اولین موسم پورا بازیگری اساسی بود. از همین عامل او را تا به منتخب شویتساریا رساند ولی با بازی در صف فارست میتواند کل چیز بر هم خورد. آمار ریچاردز دفاعگر سمت راست از باواریا 7.2 میلیون پوند. دستپروری ریدینگ یک موسم پورا را چون بازیگر احتیاطی در میونخن گذرانیده این وریانتی گزارش برایش در قیاس به ماندن در پشت الفونسو دیویس قلع‌تر می نماید. لوئیس اوبراین نیم حمایتگر از هادرسفیلد با ارزش 5 میلیون پوند به فارست آمد. بر زمین ادامه مسند ورزشی در پرمیر لیگ انگلیا می تواند کلید حل مشکلات دسته نو کار بگردد. خاری تافالا حمایتگری سمت راست از هادرسفیلد بوده با ارزش 5 میلیون پوند به فارست آمد. رنان لودی حمایتگری سمت چپ از اتلتیکو تاریخ اجاره بر عوض 4.3 میلیون پوند استرلینگ به فارست آمده بود. یک زمان لودی می توانست به صف زینیت رود اما اخیراً به تیم اتلتیکو رفت. در تیم دیگو سیمیونه باشد او به طور 100% خود را جا کردن نتوانست و از این رو راه به سمت پرمیر لیگ انگلیا پیش گرفت. خوان ییچجا حمله‌ور از بردا برای این تیم انگلیسی 3.5 میلیون پوند ارزش پیدا نمود. ناتینگهم این حمله‌ور کریگی را از بردای مسافر به لیگ دوم به دست آورد اما همانا به اجاره روان کرد. موسم جاری را فوتبالباز 30 ساله در صف اولمپیاکوس گذرانیده ایستاده است. ویلی بالی حمایتگر از وولورهمپتون برای دسته نوکار پرمیر لیگ انگلیا 225 میلیون پوند استرلینگ ارزش پیدا نمود. جاش باولر بازیگر نوبتی نو خرید می باشد که از بلکپول بر عوض 2 میلیون پوند آورده شد. این بازیگر 23 ساله همچنین به اجاره به اولمپیاکوس روان کرده شد. برندون اگیلرا نیم حمایتگر تیم الاخوئلنس می باشد که با ارزش اندک کمتر از 800,000 پوند به تیم نوکاری پرمیر لیگ انگلیا پیوست. این بازیگر 19 ساله کاستاریکایی باشد به اجاره به وطن گسلانیده شد. جسی لینگارد نیم حمایتگر منچستر یونایتد باشد به پول به جنگلبانان رسید. شیخو کویاته حمایتگر از کریستال پالاس هم به پول به دست پیوست. این بازیگر سنگالی علاقه 8 سال باز موقع تکیه‌گاهی را محکم نموده
با وجود 32 سالگیش میتواند برای دسته نوکار فایده آور باشد. وین خنسی دروازه‌بان از بیورنلی نیز به پول زیر دست افتاد. این دروازه‌بان ویلسی و مثال حیاتی فوتبالی در بیورنلی و کریستال پلس در فارست هم نفر احتیاطی خواهد بود، زیرا از این پس سابق دروازه‌بان ریال مادرید کیلر نواس در این تیم فقط خود را زور میگیرد. دین هندرسون دروازه‌بان دیگری نوی فارست می باشد که از منچستر یونایتد طریق اجاره آمد. این دروازه‌بان انگلیس از بودن در قفای دخیا مات و مبهوت شد و در مطبوعات هم سخنهای زیاده در این باره گفت. لایک بده حمایتگر از رن و این هم طریق اجاره به فارست آمد. بازیگری فرانسوی مخصوص برای پرکنی مرکزی دفاعی ناتینگهم آورده شد. در سفیر رن بده 22 ساله بازیگری اساسی نبود، ولی در لنز باشد پیش از این اندک بیشتر بازی میکرد. این هم کل آن نتیجه کاری بازاری فارست در تابستان نبودند. مخصوص خود فابریسیو رومانو و جانلوکا دی مارچو هنوز تابستان گفته بودند که فارست میتواند اوسم آوار از لیون و نیل مپه را از برایتون بگیرد، اما کار تا به درستی صورت نگرفت.